دانگفنگ Z9 پیکاپی که به زودی به بازار ایران میاد، یه ماشینی هستش که خب هم دو دیفرانسیله و هم یه پیکاپ لوکس با توجه به شرایط بازار ما به حساب میاد. از نظر ابعاد و اندازه یکی از بزرگترین ها قراره باشه و به زودی قراره تو ایران مونتاژ بشه و ویژگی‌های باحالی داره. یعنی مثلا همین در فضای بارش رو به صورت الکتریکی اومدن قفلش رو کار کردن، البته که بستنش باید به شکل دستی باشه. این رو باید بگیم که خب دانگفنگ Z9 توی بازارهای مختلف به اسم نیسان فرانتیر پرو هم عرضه میشه. همین چند روز پیش توی نمایشگاه شانگهای معرفی شد و خیلی جالبه دیگه. فکر کنید نیسان محصولش رو این بار روی پلتفرم دانگفنگ زده. سقف پانوراما داریم و سبک طراحی کابین و دیزاین و انتخاب رنگی که انجام شده برای متریال کابین قراره یه حس لوکس رو به ما بده. خب یه پنل دسترسی بزرگ رو داریم برای تنظیمات خودرو، دسته دنده الکتریکی داریم که تیپترونیک روی اون قرار گرفته، ترمز و پارک برقی و اتوهولد رو میبینیم و تنظیم وضعیت انتقال قدرت به چرخ‌ها که میتونیم کمک سبک و سنگین رو فعال بکنیم. قفل دیفرانسیل عقبمون هم به صورت الکتریکیه. دستگیرهای در رو توی یه پیکاپ اومدن به صورت مخفی کار کردن و روی ستون‌ها هم دستگیر ورود رو برای راحتی سرنشینان گذاشتن. صندلی برقی، گرمکن و سردکن، دستیارهای رانندگی مختلف رو میبینیم و واقعا هم میبینیم که این سقف پانوراما یه دید خوبی رو برای سرنشینان ایجاد میکنه. چراغ‌های پیوسته رو داریم. سبک طراحیش تا حدی نوآورانه هستش، اما بالاخره یه سری المان‌های طراحی می‌بینیم که شاید قبلا هم توی ماشین‌های دیگه دیده بودیم. توی چراغ‌های روشنایی روزمون اون زد رو می‌بینیم که اومدن کار کردن. اینم یه نسخه دیگه است که البته این مدل آپشناش تا حدی کمتره، مثلا تنظیم گودی کمر رو به صورت برقی نداره. یه موتور 2 لیتری توربو شارژر داره که میتونه برای ما قدرت 255 اسب بخوره با گشت‌آور نزدیک 400 نیوتن متر تولید کنه. جعبه دنده‌مون هم 8 سرعته اتوماتیک ایتی توان رو به چهارچرخ میرسونه. در بخش جلو تعلیق دابل بیشبون رو داره و در بخش عقب هم تعلیق 5 اتصالی مستقل رو میبینیم که برامون گذاشتن. رقیبش کیا میشن؟ مکسوس استار اچ رقیبشه، ولی تو لول پایین‌تریه. موسوی گرند خان میتونه رقیبش باشه و بهمن G9 و KMC T9 هم جزء رقباشه.